همراهان عزیزم، امیدوارم که بهترین ها سر راهتون قرار بگیره. در این قسمت میخوام راجع به انرژی ماه نو که برای هر نشان زودیاک چه تأثیری داره باهاتون صحبت کنم. خب ما وارد ماه نو شدیم و خب تأثیراتش تا حداقل 1 هفته میتونه تأثیر داشته باشه برای ما. و البته این ماه نو یه ماه نوی در واقع الکی نیستش، یه ماه نو خیلی عجیب غریب هستش برای هر کدوم از نشانهای زودیاک و اینکه آخرین ماه نو سال 1403 هستش. پس باید خیلی ماه نو جذابی باشه و بتونیم از انرژی که داره استفاده کنیم. خب بریم سراغ تحلیلمون که برای هر کدوم از نشانها چه تأثیری داره. یادتون باشه اولین کاری که باید بکنید اینه که رایزینگتون رو گوش بدید، ولی نشان خورشیدیتون هم قطعاً بی تأثیر نخواهد بود که بخواید گوش بدید. خب برای فروردین مایه‌های عزیز، ماه نو در اسفند 2025 شروع یه واقعیت جدیده. ماه نو توی اسفند 2025 برات یه دعوتنامه است برای یه شروع تازه، یه واقعیت جدید که خودت قراره بسازی. این انرژی نو تو رو به سمت تغییرات بزرگ، شناخت عمیق‌تر از خودت و رشد واقعی هدایت میکنه. چی در انتظارته؟ تولد دوباره. دیگه اون آدمی نیستی که قبلا بودی. ایجاد و ترمیم رابطه ها. هم آدمای جدید وارد زندگیت میشن، هم بعضی ارتباطهای قدیمی دوباره جون میگیرن. بلوغ احساسی. قرار زخمهای گذشته رو ببندی و با قدرت جلو بری. خلق واقعیت دلخواهت. یاد میگیری که زندگی دست خودته، نه یه مجازات. چالش ها همیشه هستن، ولی این بار با عزم راسخ و ذهن باز مسیر تو میسازی. ماه نو اینجاست که بهت بگه وقتش رویاهای واقعی رو بسازی، چون تو آماده ای. و اما برای برج ثور یا اردیبهشت ماه‌های عزیز، آغاز یک سفر معنوی. ثورهای عزیز، امسال قراره یه مسیر تازه و عمیق رو تجربه کنید. 2025 سال رشد درونی، شناخت خودتون و تغییرات اساسی توی روابط و زندگی شخصیتونه. چی در انتظارته؟ روشن شدن مسیر. حالا دیگه میدونی که چی میخوای و چی رو نمیخوای و این خودش یه راهنمای قوی برای قدم‌های بعدیه. سایه ها و جواهرات پنهان. هم با چالش های درونی روبرو میشی و هم چیزای ارزشمندی رو کشف میکنی که قبلا ندیدیشون و بهشون توجه نکرده بودی. تحولات اجتماعی و احساسی. توی دایره روابطت تغییراتی ایجاد میشه و این میتونه عشق، دوستی یا حتی یه تجربه خلاقانه جدید باشه. همه چیز مثل یک آینه عمل میکنه. زندگی بیرونی انعکاس دنیای درونیه. چیزایی رو درک میکنی که شاید نتونی توضیح بدی، اما عمیقاً حسشون میکنی. 2025 که داخلش هستیم سالیه که رویاها، معنویت و زندگی واقعی تو به هم گره میخورن و آماده ای که بخوای این سفر رو شروع کنی. حالا یه سوال ازت دارم. آیا از نظر درونی واقعا فکر میکنی آماده ای که این سفر رو شروع کنی؟ اول صحبتم گفتم آغاز یک سفر معنوی برای تو هستش. آماده هستی؟ چیزی حس کردی؟ کلاسی رو میخوای شروع کنی یا نه؟ و اما برج جوزا یا خرداد ماه‌های عزیز، وقتش الگوهای قدیمی رو بشکنی. خردادی عزیز، امسال یه پیچ و تاب اساسی توی مسیرت ایجاد میشه. 2025 قرار تو رو به چالش بکشه تا وابستگی‌های قدیمی، زخم‌های گذشته و الگوهای تکراری رو کنار بذاری و وارد یه فاز جدید بشی. چی در انتظارته به نظرت؟ دونه دونه بهت میگم.
قطع وابستگی های احساسی قدیمی، یعنی خاطرات و احساساتی که از کودکی یا گذشته همراه بودن دیگه وقتش آزاد بشن و رهاشون کنی. ورود آدم‌های جدید به زندگی. هر کسی که امسال سر راهت قرار میگیره یه پیام یا درسی برای رشد تو داره. شناخت الگوهای پنهان. چیزایی که همیشه تکرار میکردی ولی متوجهش نبودی حالا واضح میشن و میتونی تغییرشون بدی که تاریخ برات تکرار نشه. سرعت دست خودته. این سفر تکاملی مخصوص توه و هر تغییری که ایجاد میکنی کاملا با ریتم خودت پیش میره. 2025 سال رهایی، تغییرات اساسی و پیدا کردن مسیر واقعیته. حالا بهم بگو ببینم، آماده ای که کنترل زندگیت رو دست بگیری یا نه؟ اما برج سرطان یا تیرماهی های عزیز، یه سفر عرفانی درونی. سرطانی های عزیز، امسال وقتشه که از لایه های سطحی عبور کنی و عمیق‌تر از همیشه خودت رو کشف کنی. 2025 یه ماجراجویی معنویه که قراره زخم‌ها رو التیام بده و حقیقت درونیت رو آشکار کنه. چی در انتظارته؟ دونه دونه بهش میپردازیم. کشف خود از زوایای جدید، فراتر از چیزی که فکر میکردی هستی. برو ببین واقعا کی هستی، خودتو بهتر بشناس. رهایی از گذشته. موقعیت‌های دردناک و آدم‌های سمی رو کنار بذار تا به انرژی واقعی خودت وصل بشی. رشد از دل سختی‌ها. درست مثل یه نیلوفر که توی گل میشکافه، تو هم از درد و چالش‌ها عبور میکنی و رشد میکنی. شکستن ساختارهای قدیمی. دیگه وقتش باورها و محدودیت‌هایی که جلوی حقیقت تو رو میگیرن از بین ببری. این سال پر از لحظات عرفانی و الهامه که باعث میشه به خود واقعیت نزدیکتر بشی. آماده این سفر رو شروع کنی یا نه؟ و اما لئوهای عزیز یا مرداد ماهی های عزیز، موج سفاری روی جریان روحی. لئوی عزیز، امسال قراره یه سفر پر از کشف و تغییر رو تجربه کنی. 2025 بهت یادآوری میکنه که واقعا چی توی زندگی مهمه. چطور میتونی روی موج تغییرات سوار بشی به جای اینکه غرق بشی. چی در انتظارته که میخوام دونه به دونه برات بگم. تحول در روابط. هم رابطه با خودت عمیق‌تر میشه، هم توی ارتباطات تغییرات بزرگی رو تجربه میکنی. رهایی از انتقاد و انزوا. وقتشه که خودت رو همین طوری که هستی بپذیری و اون بخش‌هایی از شخصیتت که مخفی نگه داشتی بالاخره دیده بشه. یه دنیای جدید و عجیب. شاید حس کنی وارد یه بعد دیگه شدی که هیچ چیز مثل قبل نیست. ولی این دقیقاً همون تغییریه که روح دنبالش بوده. موجهای بزرگ، درسهای بزرگتر. اگه زندگی تکونت داد نترس. این موجها اومدن که موج سواری رو یادت بدن، نه اینکه تو رو ببرن. 2025 یه سال پر از نشونه های مهمه. هرچی بیشتر خودت رو بشناسی و به جریان زندگی اعتماد کنی، مسیرت واضح تر میشه. آماده‌ای روی این موج سوار بشی؟ خب و اما برج سنبله، ققنوس در حال ظهور برات. سنبله عزیز، امسال قراره یه تغییر اساسی رو تجربه کنی شهریوری. 2025 تو رو به مکاشفه ای عمیق درباره روابط، مسیر زندگی و ارزش‌های درونیت میبره. وقتشه که از قضاوت و سختگیری روی خودت دست برداری و ببینی این طرز فکر چطور روی زندگی تاثیر میذاره. خودت رو با مهربونی ببین.
وقتشه بفهمی که چقدر با خودت سختگیر بودی و چطور این دیدگاه روابط و تصمیماتت رو شکل داده. شکستن الگوهای قدیمی، باورها و نگرش‌هایی که دیگه برات مفید نیستن دارن از بین میرن و این یه نقطه عطف بزرگه. قدرت آسیب پذیری شجاعانه باعث میشه که پذیرش ضعف‌ها و احساساتت نه تنها تو رو قوی تر کنه، بلکه یه دگرگونی عمیق رو به همراه داشته باشه برات. تولد دوباره از خاکستر، درست مثل یک ققنوس، هر چیزی که دیگه مناسب نیست رو بسوزون، چون چیزی قوی تر و زیباتر و واقعی تر از دلش بیرون میاد. 2025 سال رشد، رهایی و شکوفاییه. آماده ای که خود جدیدت رو کشف کنی؟ خب و اما برج ترازو یا مهرماهی های عزیز، بیداری آگاهانه. امسال تو رو به دنیای جدیدی از تجربیات معنادار میبره که نشون میده چطور در ماه‌های اخیر تغییر کردی. وقتی زندگیت رو به روشی سالمتر سازماندهی میکنی، متوجه میشی که چطور درون تو به طور ناخودآگاه در حال کار کردن بوده. رهایی از الگوهای قدیمی. وقتی با آگاهی به الگوهای کارمایی اجدادی روبرو میشی و ازشون عبور میکنی، زندگیت در جهان روشن‌تر و واضح‌تر میشه. فضای بدون فرار. دیگه نمیتونی از مواجهه با ترس‌ها و مقاومت‌های درونی فرار کنی. این زمانیه که تو با تمام وجود بیدار میشی. دیدن واقعیت زیر سطح درونیت. به جای تکرار اشتباهات، این بار میتونی به طور آگاهانه ازشون عبور کنی و مسیر جدیدی بسازی. 2025 سال رهایی و بیداریه. آماده ای که با تمام وجود خودتو پیدا کنی و از این مرحله عبور کنی؟ و اما برج عقرب، آبان ماهی های عزیز، جهش های ایمان تیترمونه. 2025 سالیه که تو رو به رویاها و اهداف بلند مدتت وصل میکنه. این سال تو رو به یادگیری و جشن گرفتن پیشرفت‌های بزرگت میبره. بعد از سالها تغییرات شدید، حالا در حال معرفی خودت به نسخه تازه از خودت هستی. تو دوباره خودت رو پیدا میکنی. بعد از تمام تحولات، وقتشه که به کسی که الان هستی افتخار کنی. شفای کاتارتیک و هدایت دیگران. حالا میتونی تجربیات درونیت رو به دیگران منتقل کنی و در مسیرهای مشابه راهنماییشون کنی. الگوهای قدیمی انتخابته یا رشد جدید. تو در موقعیت‌های مختلف با انتخاب‌های سخت مواجه میشی. حالا این که توی الگوهای قدیمیت بمونی یا رشد و تغییرات جدید رو بپذیری به خودت بستگی داره. پیشرفت‌های عاطفی و اعتماد به خودت. بعد از طوفان‌های احساسی تو قوی‌تر از همیشه ظاهر میشی و بیشتر از گذشته به توانایی‌های خودت ایمان داری. 2025 سال تغییرات بزرگ، انعطاف پذیری و تجدید نظر در مسیرهای جدیدیه. آماده ای که به سمت اهداف بلند مدتت حرکت کنی؟ برج قوس یا آذر ماهی های عزیز، خودپذیری و شفای عاطفی. سال 2025 که داخلش هستیم سالی پر از انرژی های جدید و قدرتمند برای توه. امسال تو در مسیر شفا و خودپذیری قرار میگیری، جایی که میتونی احساسات گناه، ترس از شکست و نگرانی های ناشی از کنترل بیش از حد رو رها کنی. شفای عاطفی عمیق برات اتفاق میفته. تو داری گذشتت رو پاکسازی میکنی و اون کارماهایی که سالها با خودت حمل کردی رو رها میکنی. تأمل در گذشته و حرکت رو به جلو.
برای پیشرفت نیاز به نگاه عمیق به گذشته داری تا بتونی قدم‌های بعدی رو محکم‌تر برداری. مواجهه با احساسات درونی. این سال زمانیه که باید با احساسات خودت روبرو بشی و فضای درونی خودت رو پیدا کنی. بررسی الگوهای خانوادگی. آیا تو از نظر عاطفی با اعضای خانوادت احساس امنیت میکنی؟ چه چیزی نیاز به بخشش داره؟ و آیا این بخشش باید به خودت هم داده بشه یا نه؟ آموزش بخشش رو من داخل همین چنل یاد دادم، حتما برو نگاه کن. سال 2025 برای پاکسازی و پیدا کردن آرامش در درون خودته. وقتش خودت رو همون جور که هستی بپذیری و از نو زندگیت رو بسازی. و اما برج جدی، تغییر رادیکال. دیماهی های عزیز، سال 2025 پر از بینش‌های جدید و فرصت‌های بزرگ برای تغییرات اساسی در سبک زندگی و روابط توه. امسال به تو کمک میکنه که جایگاه خودت رو در روابط اجتماعی بهتر بشناسی و روابط خانوادگی و روزمرت رو بهبود بدی. شفای روابط و خودت. امسال زمان مناسبی برای حل مشکلات با دیگرانه و این باعث شفا و رشد شخصی تو میشه. تغییرات رادیکال. امسال برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی توه. مسئولیت شخصی تو کلیدی است و هر روز بیشتر به اون میپردازی. اعتماد به خود و صداقت. دستیابی به موفقیت‌های بزرگ به صداقت و وقار تو بستگی داره. این تغییرات درونی به تو کمک میکنه تا به سطح بالاتری از خودشناسی برسی. احترام به خود در این سفر، تحول و احترام به خود مهمترین اصل خواهد بود. سالی برای تغییرات بزرگ و ساختن زندگیه که شایستش هستی. حالا آماده ای که این دیگرگونی رو بخوای تجربه کنی یا نه؟ و اما بهمن ماهی های عزیز، صبر و ادراک. سال 2025 تو رو به سمت رهایی از گذشته هدایت میکنه. تو میتونی چیزهایی که مدت هاست رها کردیشون و سخت بوده رو کنار بذاری و دوباره با اون چه که برات ضروری و واقعیه ارتباط برقرار کنی. رهایی از بارهای گذشته. امسال با مسائلی روبرو خواهی شد که البته ناشناخته هم شاید باشه و این تو رو در مسیر رشد و شفا قرار میده. عشق بی قید و شرط به خودت. محبت و پذیرش خودت به تو کمک میکنه تا مسائل مربوط به صمیمیت، رازها و ترسها رو حل کنی. صبر و پشت سر گذاشتن طوفان‌ها. با صبر و استقامت میتونی طوفان‌ها رو پشت سر بذاری و الگوهای قدیمی که نیاز به تغییر دارن رو شناسایی کنی. شفا و خودتوانمندسازی. شما با پاکسازی ذهن، بدن و قلبت به خودت قدرت میدی که به دگرگونی واقعی برسی. سالی برای شفا، دگرگونی و توانمندی شما در انتظارته. آماده ای که از گذشته عبور کنی و به نسخه بهتری از خودت تبدیل بشی؟ خب، آخرین نشان زودیاکمون ماهی ها یا اسفند. اقتدار شخصی. ماهی های عزیز، امسال پر از تغییرات عاطفی و تحولات در زندگی عشقی توه. امسال تغییرات بزرگ و قدرتمندی در روابطت رخ میده که به تو این فرصت رو میده که به عمق خودت پی ببری و بفهمی که واقعا کی هستی، چی هستی، کجا هستی. روشن شدن هویت واقعی، توهماتت از بین میره و فضای جدیدی برای ظهور دیدگاه‌ها و هویت‌های نو ایجاد میشه. مواجهه با الگوهای خودفریبنده.
با مقابله با الگوهای قدیمی و سمی درون خودت به آزادی دست میابی و میتونی مسیر خودت رو با افتخار ادامه بدی. تمرکز بر زندگی معتبرتر میشه و امسال تو برای زندگی که با حقیقت درونت هماهنگ هست تمرکز میکنی، حتی اگه این فقط در ذهن و روحت باشه. پذیرش چالش ها و دستیابی به اقتدار شخصی. با پذیرش این چالش ها به قدرت شخصی و اقتداری دست پیدا میکنی که هیچ چیزی نمیتونه اون رو متزلزل کنه. سالی برای پیدا کردن و پذیرش قدرت درونیت در انتظارته. حالا آماده ای که مسیر خودت رو با اعتماد به نفس کامل طی کنی؟ سال 2025 زمان تغییرات بزرگ و تحولات اساسی برای همه برج‌ها هستش. پس این سال برای شماها، همه زودیاک‌ها و من حتی هممون فرصتیه برای رشد و رهایی از گذشته و پیدا کردن قدرت درونیمون، شفای عاطفیمون، خودپذیریمون و ایجاد تغییرات مهم و اساسی و مواجه شدن با چالش‌های درونی و زندگیمون. امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشی. اگر میخوای چارت آسترولوژی شخصی خودت رو داشته باشی، میتونی با کارشناسان ما در ارتباط باشی در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام، همه به همین آدرس اخترگویی، همین جوری که دقیقاً داخل این چنل هستش آدرسمون. از مشاوره ما بهره مند بشی، خودتو بهتر بشناسی، رسالتت رو، تمام اطلاعاتی که مربوط به خودت، پارتنرت و اتفاقات جزئی که در یک سال آینده قرار برات اتفاق بیفته رو بخوای در جریان باشی. چارت نامرولوژی یا چارت اعدادمون هم به صورت رایگان داخل چنل یوتیوبمون هستش که میتونی بر اساس عدد تقدیری که باز آموزش اون هم داخل چنل هستش بری و اطلاعات مفیدی راجع به خودت داشته باشی. از اینکه با من همراه بودی ازت ممنونم. خوشحال میشم اگر کامنت بذاری، لایک کنی، سابسکرایب کنی، ازم حمایت کنی، لینکو بفرستی واسه دوستات و خلاصه 3 نقطه. مرسی.